سحر ما را یک برادر زنگ زده بود که داملا در همین کاخ باربد که در دوشنبه اطراف همون گفت حاضر همین فاحشه خانه تیار شدگی هست. اونقدر زنها در اونجا جمع می شوند که هر نفری که می خواهد مثل مردی کارهایی را که رفته و سوار میکنی و به جای کار میبری، در همونجا میگوید زنهای زیاد جمع می شوند و نوبت به نوبت در ماشین ها سوار شده بچه های مردم ما و شما و مردم بیگانه اونها را با نرخ‌های معین برده استفاده میبرند. خیلی به نام خدا این چیز باید که یک درد باشد در ما و شما، باید یک تأثیر در ما و شما داشته باشد. آخر ما مسلمان ما که ما ناموس اسلامی داریم، ما ناموس ایمانی داریم و هیچ خیل ناموس و این خیل ایمان است که ما اطراف همین مسئله جدی نیستیم، کوشش نمیکنیم، کار نمیکنیم، پیشگیری نمیکنیم. خدای نکرده اگر ما همچنان اگر بی پروا باشیم، دوشنبه نیست تمام همین ملک ما و شما را این گونه مرکزها و این گونه موضعها فرا میگیرند. در همه جای عاقبت آهسته آهسته چی میشوند؟ جمع شدن میگیرند و مردهای فاسق و مردهای از خدا ناترس به این کارها دست زدن میگیرند، روز به روز رواج یافتن میگیرند. شما خانه هاتون در معامله را ببینین، پیشگیری کنین. همه من الحمدلله دختر داریم، ما و شما به آبروگی دخترمان نمیخواهیم، دستی به دست شدن دخترمان نمیخواهیم. این خیلی گویم که به نام خدا کاری شنی و کاری پستی است که اگر دختری ما و شما در همین خیل حلقه ها رفته ایستادگری کنند، خیلی به نام خدا عیب است. برای همین بسیار جدی باشین، علل خصوص در لباس هاشان که من جمعه گذشته گفته بودم که یکی پوشیدن لباس شفاف تنوکه که تمام موضع او نمایان باشد، یکی لباس تنگ یقینا گویم که چی است؟ این بیدار کننده زنا هست. اهمیت دین برادر عزیز و گرامی، دیرتان به زندگی همون دخترهاتان سوزد، همین نام مادری همون دختر از گردنش دور نشود. زیرا ببینین همون زنهایی که امروز به معنیگری میکنن، فاحشه‌گری میکنن، عاقبت حال شوهر که کردن و صاحب فرزند شدن به نام خدا اونا را که نامشان میشیند، فرزنداشون حتی که طعنه میکنن که مادری تو فلانی است. جوانای عزیز، ولی مکتوبا زیادند، نماز میخوانن و زنا میکنن. این برادرها شما را از مسکو و مسکوسکی область گرفته با ماشین‌های خود با گرانیسه قزاقستان بردن میآورند. برای همه خودی حاضر به نمرهای در روی اکران بوده زنگ زنید. احتیاط کنین، این نمازات هیچ معنی ندارد. این مسخره در اسلام است که تو هم مسجد میایی و هم گویم دست یک دختری بیگانه در دست تو در جای خلوت زنا میکنی. به نام خدا همون صفتهای قهاری و جباری پروردگار را بیدار میکنی. به نام خدا چنان بیمارید میکنه پروردگار که دیگر هرچند داد میگوی فریاد میزنی فایدت نمیکنه. فراموش نکن، وسیله در اسلام بسیار نقش مهم میبازد. اون سه کسی که در غار افتیدن و بالاشان در یک سنگ آمد و اونها را محکم کرد و این سه جوان سه عمل خوبی خودشان پیشنهاد خدا کردند و این سنگ به قدرت خدا از بالای غار دور شد و این سه جوان سلامت ماندند. یکی از او چی بود؟ همان بود که یکی از اونا دعا کرد، خدایا گفت تو میدانی که من بچه‌ای به دولت بودم، شرایط دار بودم و یک دختری خیش داشتم که دختری عمش بود یا خالش بود، بسیار کمبغل بود. چند بار نزد دروازه من آمد، نان میپرسید، آذوقه میپرسید، فقط من پیشنهاد میکردم با یک شرطی که اگر من با تو همخوابه شوم، همخوابه میشوم مالت میتم و الا نمیخوای جواب. چند بار این زن رفت و آمد میترسید از خدا. عاقبت گرسنگی آنقدر شدید آمد که دیگر راه نبود، آمد پیش این جوان گفت من تیار هستم، همون آذوقه و همون موادی که هست برای من دید، من تیار، من در اختیار تو. جوان ببین، وقتی زن خوابانید در حالت عریان، حتی حدیث بیان میکند که وقتی او نزدیکی بر همون زنا میشد، زن همین قدر گفت که ای جوان گفت زن در زیر پنجه این مرد مثل که تاک زده باشد میلرزید. برای که ترس خدا بود، ایمان بود، او را نمیگذاشت که گویم که به همین کار شنی و همین کار زیست نزدیک شود.
این مرگو چی اینقدر لرزه داره، گفت چی اینقدر حرکت داره. گفت به نام خدا همچون تصور میکنم که تمام نظارت خدا در بالای هر ما و شماست. ما را نظارت دارد، ما را نگه دارد. از خدا بترس. وقتی این سخن گفت این جوان میگوید سخن پرتأثیر این زن ما را از بالای این زن جدا کرد. ما نزدیک به زنا نشدیم، از جای خود خستیم. ای پروردگار اگر همین کاری من تو در خوش آمده باشد همین سنگ از بالای ما دور کن. میگه سنگ دور شد. زیرا جوان در حالت خودش داشت که حالتی بود که به نام خدا خرسندی الله بود، غضب شیطان بود. اینجا شیطان آنقدر غضبناک شد که تا این حد آورد جوان، لیکن جوان از ترس خدا از این زن دور شد. جوان عزیز انا همین خیلی غیرت داشته باشه. ولی روز به روز زنها را که لباسهای خوب میفارد، فقر ناداری اونا را که غلبه میکند پیش شما میآید، شما تکلیف نمیکنین، خودشان میآیند نزد دروازت میآید، درون ماشینت میدراید، تلفنت میکند، مکتوبت مینویسد. لیکن جوانی عزیز در جوابش اگر تو گویی اینی اخاف الله، تو خواهری من هستی، من از خدا میترسم، جا جنت است به نام خدا، تو در پیشگاه پروردگار قدر و قیمت میگیری. این ریزاندن آبروی ملت ما هم هست دادر عزیز. و ملت ما زیناکار نبود، ملت ما فرهنگ دارد، ملت ما گویم اینقدر تاریخ های خوب داره، اینقدر زنهای خوب از ملت ما. و شما در کتاب ها انسیکلوپدیا را ببینین چقدر زنهای تاجیک صفت کردگیان. و ما باید که به ملتمان به دینمان افتخار داشته باشیم. آبروی ما را زنا میریزاند، آبروی ما را زنهای ما در دست مردمی بیگانه وقتی که سوار میشوند با اونها میروند، آخر این دیگر چی جای گویم ملتش میماند، چی جای ناموسش میماند؟ دیگر این فردا چخیل مادری کرده میتواند. حیف باد بر همو جوانی که هم نماز بخواند و هم زنا کند. حیف بر تو جوان، به نام خدا حیف برای تو. عبادت رو در پیشگاه خدا اگر از روی آن چیزی که خواندم به نام خدا اگر از کرم لای خلق اگر بالا قدر داشته باشد مسلمان نباشم. که از کرم لای خلق در بالاتر عبادت و خدا ترسید پیشگاه خدا در قدر ندارد. جوانای عزیز با شرم باشیم، با حیا باشیم. ما را پیغمبرمان شرم داشت، ما را پیغمبرمان با حیا بود. صحابه ها میگن که عروسی که در تی چادر حیا داشت، پیغمبر مثل عروسی تی چادر حیا داشت.